بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل افراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدواریم که هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد. به همراه جناب دکتر در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل این افتخار رو داریم که خدمتگزار شما خوبان و عزیزان باشیم و میهمان فضای صمیمی و گرم خانه‌های شما خوبان. در آغاز سلام‌های گرم شما رو خدمت جناب دکتر تقدیم می‌کنم و خوش آمد میگم حضورشون رو در استودیو. خوش آمدید جناب. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران محترم شبکه و جوانای کارگردان و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز که در واقع میزبانان ما هستید و روی سفره دلتون ما رو به صورت تحمل کردید و قبول کردید و امیدواریم که انشاءالله بتونیم در کنار هم یک فن و فوت‌های جدیدی رو با هم مرور کنیم در ساختار یک خانواده خوشبخت و یک زندگی پر از شادی و محبت و عشق و علاقه. در خدمت شما استاد گرامی هستم. خدمت از ما جناب دکتر. شما خواهران یا برادرانی که ازدواج کردید از کدوم گروه هستید؟ اگر برادرید رابطتون با همسرتون چطوره؟ رابطه خوبی دارید؟ شما مهربان هستید باهاش یا نه؟ شما بر این باورید که در خونه حرف شماست و هر چی گفتید بالاخره شما همه کاری خونه اید و آقای خونه و سردار خونه و خانم هم مجبوره که تابع شما باشه؟ دست جناب دکتر بدون تو تصویر زیاد فکر نکنیم. یا اینکه شما از اون انسانهایی هستید، از آقایونی هستید که بر این باورید که نه، زندگی داخل خونه بالاخره بین زن و شوهر تقسیم میشه؟ یا نه از اون آقایونی هستید که بعضی از عزیزان بهشون میگن که حالا زن ذلیل، حالا اگه تعبیر خوبی باشه، تعبیر مناسبی باشه، بعضی دیگه تعبیر رو میگن زن ذلیل نگیم، بگیم که آقایونی که قدر همسرشون رو بهتر میدونن، بیشتر میدونن، محبت بیشتر میکنن به اونها و به هر حال از این سه گروه خارج نخواهد بود. شما از کدوم این شوهرها هستید؟ رابطتون با همسرتون چطوره؟ زور که نمیگید احیانا به همسرتون؟ و خواهرانی که ازدواج کردن شما از کدوم گروه هستید؟ شما نسبت به همسرتون و شوهرتون رابطتون چطوره؟ شما با شوهرتون رابطتون چگونه است داخل خانه؟ آیا خدای نکرده شوهرتون داخل خونه به شما زور میگه یا نه شما در گروه دوم هستید که نسبتاً با هم تقسیم کار کردید داخل خونه، یا کلاً دیگه از گروه سوم هستید که خیلی خوش به حال شماست، کلاً اصلا اختیار زندگی دست شماست و همه کاری خونه خودتون هستید و شوهرم دیگه جلوی شما دست به سینه وایستاده و چشم قربان هر چی شما بفرمایید، فقط نگران این هست که خدای نکرده ناراحت نشید و امروز شام یا نهار رو مجبور نشه که بیرون از خانه بخوره و یا اینکه مجبور نشه بره پیش دوستان و پیش آشنایان و همسایه ها شب رو سپری بکنه. خدا نکنه که اینطوری باشه وضعیت. امروز میخوایم با همراه شما عزیزان درباره گروه اول میشه جناب دکتر از این گروه ها اونایی صحبت کنیم که اما من ببخشید بگم که خوش به حالشون چرا؟ اون گروه سوم از بد به حال ترینشون هستن، یعنی گروهی که به اصطلاح شوهرشون هست غلام زرخریدشون و حلقه به گوش و کمرخم در مقابلشون ایستاده. این خانواده پربحران ترین خانواده هستن. این خانواده اون خانواده است که همسر احساس نمیکنه شوهر داره، خانواده است که به اصطلاح طلاق عاطفی اینجا پرپر میزنه. خب یک به اصطلاح در همیشه یک افراطی داریم، یه تفرید، یک زیاده روی یا میان روی یا کم روی. خب هر دوتاش عیبه، هر دوتاش کمبود یه ویتامینایی هست در جسم، یا فشار خیلی رفته بالا یا فشار افتاده پایین. خب تعادل وقتیه که به اصطلاح یک توازنی در
زن باشه، مرد باشه. اگه مثلا مرد از مردانگیش کم آورد زندگی مختل میشه و اگر زن از کدبانویش کم آورد بازم زندگی مختل میشه. امروز درباره کدوم از این گروه‌ها می‌خواید صحبت بکنید؟ امروز در مورد اینی که مثلا هر دوتا کم آوردن. خب مرد در به اصطلاح مردانگیش کم آورده، در آقاییش کم آورده، میخواد این رو با یک نوع فشارهای مضاعف دروغین اون اعتماد به نفسی که از دست داره اون رو ثابت کنه با قلدری، خب امر و نهی. و کدبانوی خانم هم در زنانگیش کم آورده، خب اون هم این به اصطلاح فشار مضاعف رو داره قبول میکنه. قبول کردنش یعنی یک ظلمی بهش داره میشه، اون ظلم رو داره قبول میکنه و احساس میکنه که خب باید بسوزم و بسازم. خب این هر دوتا الان مشکل دارن و خانواده چی میشه؟ خانواده یک خانواده بحرانی میشه، یک خانواده میشه که تو اون دیگه آرامش نیست، به زور همدیگر رو تحمل کردن، هر دوتای زورکی این به اصطلاح ماشین خانواده رو بسوز و بساز به اصطلاح هول میدن، به جلو میرن. دنگان خرک خویش به مقصد برسانن. و این به مقصد حالا میرسه یا نمیرسه میخوان برسونن دیگه، حالا هدفشون اینه که برسونن. اما این اشتباهش کجاست؟ اشتباهش این است که مثلا بعضی رو میپرسی که مثلا وضع خانواده‌تون چطوره؟ میگه الحمدلله تو خانواده مشکل نداریم. یعنی چی مشکل نداریم؟ مشکل نداریم یعنی صفر. من قبل از اینکه ازدواج کنم خب مشکل نداشتم، خانمم هم مشکل نداشت، الان که هم با هم ازدواج کردیم مشکل نداریم، پس صفر، هیچ چیزی اتفاقی نیفتاد. در خانواده پس چی باید باشه؟ باید عشق و علاقه و صمیمیت باشه. بله. و روز به روز این عشق و علاقه و صمیمیت و لذت بردن از زندگی استمرارش هم باشه و بیشتر بشه. اگر بود بیشتر نشد مشکل هست، اینجا یک بحرانی هست، یه پیشمهره گم شده. اگر نبود که الان هیچ دیگه. این باید این خانواده مثلا خیلی به اصطلاح بعضی از مفاهیم رو ما درست نفهمیدیم. یعنی ما ازدواج رو چقدر بها میدیم؟ به قدری که ما ازدواج رو بها میدیم قرآن کریم طلاق رو بها داده. یک سوره کامل اسمش هست سوره طلاق. بله. یعنی چی؟ یعنی اینی که ما انسانیم، یه حق و حقوقی داریم، خب یا در کنار هم با شادی و خوشی میشیم زندگی میکنیم، یا تصریح به احسان میشه که هر کسی با خوبی و خوشی راه خودش رو میگیره کنار. تو این فضا دیگه اصلا زورگویی معنا نداره، تو این فضا منیت معنا نداره. خب تو این فضا یه فضای خوبی باید باشه، در کنار هم با خوبی و به اصطلاح و چی قرآن کریم به ما میگه وعاشروهن بالمعروف، با نیکی با اونها رفتار کن، معاشرت کن. الان به اصطلاح مفسرین در وعاشروهن بالمعروف چی میگن؟ نمیگن که آقا به اصطلاح به همسراتون زور نگید. وعاشروهن بالمعروف یعنی با نیکویی با اونا برخورد کردن. یعنی چی؟ یعنی اینی که اگر به معروف یعنی با چیز خوب، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، ولهن مثل الذی علیهن، این به اصطلاح حقوق و واجبات رو همونطور که اونا حقی دارن اینم داره. اما اینجا نه، اینجا وعاشروهن بالمعروف. یعنی اینی که اگر بدی کردن، اگر خانوما کوتاهی کردن، اذیت و آزار دادن، شما با خوبی رفتار کن. یعنی اینجا چی؟ اون مردانگی که احیانا اشتباه فهمیده میشه و سرکشی رو ما مردانگی میدونیم، زورگویی رو مردانگی میدونیم. آقا من مرد خونم، آقا نمیدونم گربه رو دم حجله باید کشت، آقا نباید زنجیری شد فلان شد. قرآن گوششو میگیره نه، وعاشروهن بالمعروف، کج نرو، وظیفته که به اصطلاح بیایید درست رفتار کنید، در حالی که مثلا هیچ جایی از قرآن امر نشده به
به اصطلاح همسران که بیایید اطاعت شوهر بکنید. خب چی شده؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از صفات زنان بهشتی ذکر میکنن که چی کار میکنن؟ فرمان بردار شوهر. این معنای اطاعت هم فرمان بردار نیست که ما به اصطلاح وقتی ترجمهش کردیم از عربی به فارسی، چون که کسی که ترجمهش کرد غالبا مرد بوده، اطاعت رو اومده فرمان برداری ترجمه کرده. اطاعت چه هست؟ اطاعت از طوع هست. طوع یعنی داوطلبی. طوعا و کرها. کره یعنی ناپسند، به زور، به زور، اکراه. به زور و با اجبار. ضد زور و اجبار چه هست؟ داوطلبانه است. پس اطاعتی که در خانه هست یعنی داوطلبانه با عشق و با خوبی و با خوشی و با صمیمیت من این کاری رو میکنم. اگر خدمت همسرم میکنم به عشقم میکنم. اگر به اصطلاح برای همسرم هر کاری که تو خونه میکنم با عشق و علاقه میکنم، نه با اجبار. نه اون حق داره که رو من به اصطلاح زور بگه، منو مجبور کنه. اجبار تا حدی مرفوض هست، منفور است اصلا اجبار. خداوند متعال به ما مؤمنان، ما اصلا وظیفه ما چه هست؟ وظیفه ما در این دنیا، وظیفمون اینه که ما بهترین ملت ها انتخاب شدیم. کنتم خیر امتین اخرجت للناس. این ویژگی ما چیه؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ما میایم تمام جامعه بشری رو دعوت میدیم به چی؟ معروف. به معروف و از بدی نگاه دورش میکنیم، یعنی میاریم دعوتش میدیم به اسلام. برای چی جامعه بشری رو به اسلام دعوت میدیم؟ تا همه بشر خوشبخت بشن. ما میخوایم بشر رو خوشبخت کنیم. خب چه وقت میتونیم بشر رو خوشبخت کنیم اگر خودمون خوشبخت نباشیم؟ گم کرده ره که را رهبری کنند. دقیقاً. پس ما اینی که اول خودمون رو خوشبخت کنیم. یعنی خوشبختی شرط اساسی یک زندگی مشترک هست. زندگی مشترک اصلا معناش چه هست؟ معناش میثاقا غلیظا هست. خداوند متعال اون رو یک عهد و پیمان خیلی محکم معرفی میکنه. این عهد و پیمان محکم بر این هست که هر یکی از طرفین در مقابل خداوند متعال میستن، قسم یاد میکنن که طرف دیگر رو خوشبخت‌ترین فرد دنیا کنن. خب بدون هیچ شرط و شروطی. من زنم رو خوشبخت‌ترین فرد دنیا خواهم کرد. من شوهرم رو خوشبخت‌ترین فرد دنیا خواهم کرد. اینجا دیگه هیچ شرط و شروطی نیست که اون به منظور میگه اگر به منظور گفت من خوشبختش نخواهم کرد، اگر به من بد کرد خوشبختش نخواهم کرد، اگر رو من عصبانی شد و بعد و بیرا گفت خوشبختش نخواهم کرد، اگر فلان، همچین شرط و شروطی نیست. هر کاری کرد من اونو خوشبخت‌ترینش میکنم. این میثاقاً غلیظاً هست. خب حالا آیا واقعا ما اینو تو چنده خودمون داریم؟ این کارو میتونیم بکنیم که باید بکنیم؟ خب نمیتونم وجود نداره، نمیدونم وجود داره. همین صحبتی که شما مطرح کردید جناب دکتر، حالا این سوالی که جناب دکتر صحبت آخری که مطرح کردن هم اصل محور موضوع برنامه امروز ماست که خیلی از خواهران این گلایه رو دارند که شوهر من زورگوست و حالا گلایه میکنن چون اون زور میگه. وقتی که زور بگه خب طبیعتا زور پاسخش زوره احیانا. وقتی که زور باشه یک طرفه میشه زندگی، دیگه خوشبختی نخواهد بود. یا اینکه احیانا خود آقا وقتی که زور میگه به هر حال و در زندگی احساس میکنه که همه کار است، این زور رو توجیه میکنه و ما فکر میکنیم که وقتی که شوهر زورگو هست، دیگه در خانه‌ای که یک شوهر زورگو وجود داره دیگه هیچ خوشبختی در این زندگی وجود نخواهد داشت و خواهر دیگه خود به خود تسلیم شده این حکایت است و بساز و بسوز. آیا میشه در کنار
یک شخصی که زورگو هست در داخل خانه احساس خوشبختی کرد یا نه، در این محور صحبت خواهیم کرد به همراه شما عزیزان در این برنامه. جناب دکتر، حالا آنچه که شما اشاره فرمودید که یک میثاق غلیظ است و دو طرف در ابتدای زندگی عهد میکنند با همدیگه که همدیگه رو خوشبخت بکنن، اما وقتی که میبینیم از یکی از طرفین زورگویی هست که بیشتر مرد هست، طرف میاد و میگه خب چه کنیم، آب و گل ما را چنین سرشتن، من ذاتا همینجوری هستم دیگه، این اخلاق بابا من با مادرش همینجوری بود، منم اینجوری بودم، ارث بردم دیگه، نمیتونم. میخواد، احیانا شاید میخواد هم نمیتونه. این توجیه قابل قبول هست برای زورگویی در داخل فضای خانه؟ ببینید، ما یه رفتار و سلوک و معنیشی داریم یا کنیشی داریم. اون کاری که ما انجام میدیم این انتخاب ماست. بله یه چیزایی هست که در اختیار ما نیست، مثلا یک نوع احساسات، یک نوع مشاعری، به اصطلاح احساسات و شعور برای ما پیش میاد، یکی رو بیشتر دوست داریم، یکی رو کمتر دوست داریم، از یه چیزی بیشتر خوشمون میاد، از یه چیزی کمتر خوشمون میاد. چون من از فلان کس بیشتر خوشم اومد یا کمتر خوشم اومد، این دیگه بهانه این نمیشه که من حقش رو ضایع کنم یا حق کسی دیگه رو به اون بدم. خب این خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همسران داشتن، از میان همسران کی رو بیشتر دوست داشتن؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رو. بله. خودشون هم میفرمودند خدایا بار اله هذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما لا املک. اینی که من بیام در بین همسرانم عدالت رو داشته باشم، حق همه رو به حق کامل ادا کنم، این وظیفه است، این رو باید بکنم. اما اینی که من فلانی رو بیشتر دوست دارم از فلانی، این دیگه کار دل من است، از من دست من نیست. اون چیزی که دست من نیست اینه. اما سلوک و رفتار یعنی چی؟ وقتی میگیم سلوک یا رفتار یعنی اون گفتار ما و اون کردار ما که به اختیار ماست. این به اختیار ماست. اگر به اختیار ما نمی بود ما روش محاسبه نمی شدیم، روز قیامت محاسبه نمی شدیم. بله. اگر به اختیار ما نمی بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نمی فرمودند که خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. بهترین شما در روز قیامت اونیه که برای همسرش بهترین باشه و من از همتون برای همسرم بهترم، یعنی از من یاد بگیرید. و میفرمودن انا زعیم به بیت فی اعلی الجنه، من ضمانت میکنم، گرانتی میدم، ضمانت میکنم به قصری در اون بالا شهرهای بهشت، بالاترین مراتب بهشت، خب به کسی شمال بهشت، به ضمانت میکنم به قصری در شمال بهشت برای کسی که انا زعیم به بیت فی الجنه لمن حسن خلق، برای کسی که اخلاقش خوب باشه، خیلی خوب باشه. و فرمودن اخلاق خوب انسان رو به مراتبی میرسونه که بهترین عابدان، بهترین کسی که عبادت خدا میکنه چی هست؟ اونیه که دیگه همیشه روزه باشه و همیشه هم در تهجد و عبادت مشغول باشه. بسیار اخلاق خوش انسان رو میرسونه به چی؟ درجه صائم القائم، مرتبه‌ای که همیشه در بال عبادت هست، هیچ گناهی نمیکنه، شما با اخلاقت به اونجا میرسونید. در بعضی از روایات میاد میگه که الدین المعامله، الدین حسن الخلق، دین شیوه برخورد با دیگران هست، دین یعنی اخلاق درست داشتن. دین خیلی مهمه، این همه روش تأکید میشه. یعنی چی؟ یعنی این تصمیم و اراده خود شماست. شمایید که این قدرت رو دارید که بد اخلاق باشی یا خوش اخلاق باشی. چون که این قدرت رو دارید، این در دست شماست و شما خودت اجراش میکنید با اختیار و اراده خودت، این برات اجر و پاداش داره یا
گناه داره. روز قیامت روش محاسبه میشی. اگر در اختیارت نبود، بله من در یک فضایی قرار گرفتم، یه حرفایی شنیدم، یه چیزایی گفتن، عصبانی شدم. اینی که من در داخلم عصبانیم، این شاید به اختیار خودم نباشه، اما اینی که مشت بزنم، این دیگه در اختیار خودمه. اگر نمی بود، خب دیگه هیچ دادگاهی منو حق نداشت محاسبه بکنه. هیچ در روز قیامت هم هیچ بازخواستی نداشتم، اما چون در اختیار من هست، هم محاسبه میشم هم بازخواست میشم. الان یک انسانی هست که بد اخلاقه، یک انسان فضایی هست که در اون بد اخلاقی نمیدونم فلان. حالا من چیکار بکنم؟ اختیار من هست که من اینجا یا این فضا رو عوضش کنم، یا بمونم تو این فضا، یا نمیدونم فرار کنم. انگار مثلا ما رفتیم فوتبال، خب تیم مقابل چیکار میکنه؟ هی نمیدونم لگد به جای توپ بزنه میزنه به ما، بد و بیرا میگه، فلان میکنه. خب من چیکار کنم اینجا؟ یا من از میدان میپرم بیرون، فرار میکنم. خب همه این تماشاگرها که اومدن چی میگن؟ من فرار کرد. توان قدرتشون نداشتن که تو مسابقه کم آوردن، فرار کردن، شکست خورد، بازنده میدان میشه. یا من یه گوشه میشینم گریه میکنم، آقا ما رو لگد زدن، نمیشه با اینا بازی کرد، فلان کرد. خب باز میگن ترسو بودن. یا من نه، این واقعیتی که هست با این مبارزه میکنم. مبارزه با بد اخلاقی شیوه مبارزه چی هست؟ مشت. نه، بدی رو با خوبی جواب دادن. و هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بدی خوبی رو با خوبی جواب دادن این کار هر کسی هست. اما ادفع بالتی هی احسن، این دیگه کار هر کسی نیست. بدی با بدی جواب دادن کار آسونه است. بدی رو با بدی جواب دادن که کار هر بدی رو بدی سهل باشد جزا. هر 22 تا گوسفند رو میبینی، یکی به یکی شاخ زد، بی خود کردی شاخ زدی، اون هم شاخ میزنه، دو تا میزنه. خب این کاری هست که اون شهوت این رو میاره. شهوت اینه که مثلا کسی منظور من حقمو بگیرم. این صفتی که یعنی بدی رو با بدی جواب دادن هر حیوانی انجام میده. خب اما چی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خوبی رو با خوبی جواب دادن هم این فطرت هر انسان تقاضای این رو داره. این که دیگه کمترین مسئله و درجه اخلاقه. اما بهترینش کدومه؟ ادفع بالتی هی احسن. اون به اصطلاح با بهترین وجه ادفع بکن. ادفع یعنی دادن، پرداخت کردن. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة. اگر بین تو و بین اشخاصی دشمنی بود، یعنی اونا چی بودن؟ دشمن تو بودن، سایه تو با تیر می زدن، توان تحمل دیدن تو رو نداشتن. خب وقتی که تو بهشون خوبی کنی نهایتش چی میشه؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. میاد یه دوست بسیار صمیمی خودت میشه. به شرط چی؟ به شرط اینی که مثل امام علی باشی. حضرت امام علی میفرمودن که من به هیچ انسانی خوبی نکردم، یعنی چی؟ و به هیچ انسانی هم بدی نکردم. علی جان، فاطمه زهرا تو خونت بوده، بهش خوبی نکردی؟ نه خیر. یعنیش فرمودن خداوند متعال میفرمایند ان احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگر خوبی کردید به خودتون خوبی کردید، اگر بدی کردید به خودتون بدی کردید. این قانون الهی است. من به هیچ انسانی خوبی نمی کنم. من خوبی میکنم به کی؟ به خودم. چون من آدم با شخصیتی هستم،
آدم محترمی هستم، آدمی هستم که خداوند به من هیبت داده، عقل داده، شعور داده، نعمت داده، من میام خوبی میکنم به خودم. چون من این خوبی رو کردم، این برمیگرده به خودم. این خوبی رو من کردم، هدفم چی بود؟ رضایت خداوند متعال. اگر هدفم رضایت آقای سلیمانی می بود، اسمم می بود چی؟ چاپلوس، مداح. اما چون هدفم از خوبی کردن، از رفتار درست با آقای فلانی، با همسرم، با دوستم، رضایت خداوند متعال بود، در چشم مردم هم بزرگ میشم، پیش خدا هم عزیزم. چون دکتر در خیلی از صحبتایی که ما داشتیم در برنامه‌های گذشته به این برنامه، روی این مسئله شما خیلی تاکید دارید که وقتی در بین زن و شوهر احساس میشه که مشکلی وجود داره، یکی از دو طرف به هر حال در برخوردش، در تعاملش، رفتارش مناسب نیست، همش تاکید میکنه روی این که این اصلاح از خود شخص شروع میشه. یعنی منی که گله‌مندم از برخورد همسرم، این اصلاح رو از خودم باید شروع بکنم. چرا انقدر تاکید روی خود فرد دارید شما؟ استاد سلیمانی عزیز، امروز من یادم رفت به ساجده خانم بگم که واسم یه چاقو درست کنه. چاقو برای چی؟ اگه چاقویی درست میکرد، من اینو برای شما ریخته بودم. خب پس من اینو واسه شما میریزم. ریختم دیگه. حالا بفرمایید بگید. اینو از شما میگیرم. من به هلم توش داره. اینم قاشقو میذارم واسه شما. چاقو واسه چی؟ چاقو میخوام بیارم یه خانومی بیارم اینجا، سینه‌شو چاق کنم، قلبشو در بیارم. شما تو سرق نمیذارید دیش خانم بیاد جلوی دوربین؟ خب یکی می آوردیم واسه اینی که دیگه یکی از این خواهرام میگن که گله کرده بود که اصلا با ذره بینم تلویزیون شما رو نگاه کنیم هیچ تصویری از خانم‌ها دیده نمیشه. خانم‌ها دیگه جرئت ندارن بیان، ما چیکار کنیم؟ هر خانمی تشریف بیارن قدمشون رو چشم. خیلی از آقایون جرئت نمیکنن با ما مصاحبه کنن چه برسه به خانم. من اگر یه خانومی رو برداریم، همون خانومی که میگه که شوهرم با من بد رفتاره، شوهرم چنین و چنانه، بیاریم قلبش رو چاق کنیم، اون شوهرکی که داخلش هست، یعنی تصویر شوهری که تو قلبش گذاشته، اونو در بیاریم. میدونیم اون تصویر چه تصویری هست؟ نه. همون چیزی هست که خودش بافته. چون اینو دیگه شوهر نرفته تو قلبش، خودش گذاشته تو قلبش. این تصویر خوبی هست یا بده؟ اختیار خودش هست. اون کسی که میگه شوهر من خیلی بد اخلاق، شوهرش بد اخلاق میشه اگر بهترین شوهر دنیا هم باشه، چون که این بد اخلاق خواستش بد اخلاق میشه. یعنی به دید بد اخلاق باش نگاه میکنه و رفتار میکنه کلا. دقیقاً. ببینید از همین خانم‌ها میپرسیم، خب شما شوهرت خیلی بد اخلاقه؟ میگه بله. شوهر من خیلی بخیله. شوهرت بخیله؟ بله بخیله. خب با دوستاش بخیله؟ نه. با همسر دیگه‌اش؟ با اون که دیگه حاتم تاییه. با پدر و مادرش؟ بابا همه رو به پدر و مادرش داره میده. با خواهرش؟ اینجا پس مشکل کجاست؟ آقا یه قنده تو دهن همه شیرینه، تنها تو دهن من تلخه. مشکل تو قنده؟ نه، ذائقه من مشکل داره حتما. پس مشکل تو منه. وقتی شما میگید که به اصطلاح فقط اگه گفتی بله با همه بخیله، در کل جامعه بخیله، اون وقت ما میایم میگیم بله این مشکل داره و راهکارش 1 2 3 اینو باید اینجوری درمانش کرد. زورگوست با همه زور، به همه زور میگه. خب میدونیم مثلا کیه زورگو؟ بله طرف مثلا ژنرال ارتشه، اونجا هی امر و نهی میکنه، عادت کرده با همون تا میاد خونه، که البته این خیلی کم اتفاق میفته. چرا؟ چون که اگر خانومی می بود میگفتم اتفاق زیاد میفته، اما چون آغاز طبیعت آقایون، قبلا هم گفته بودیم طبیعت آقایون کشوییه. خب یعنی میبینید که طرف دعوا داره با همه، سر و صدا فلان،
زنگ زد آقای سلیمانی، السلام علیکم آقای سلیمانی، قربونت برم کجایی؟ این آدمی که الان آتشین بود یه دفعه عوض میشه. یه دفعه عوض شد. چرا؟ چون فوراً کشوی خونه رو بست، کشوی دوستا رو باز کرد، کشوی دوستی رو بست. بعد از آقای سلیمانی یک کسی میاد که به صورت ازش قرض گرفته و فلان و دعوا داره فلان، بعد میبینیم که باش دعوا رو میندازه. اصلا یعنی زود عوض میشه، زود کانال عوض میکنه، در حالی که خانم ها این قدرت رو ندارن. خانم ها مادر با بچه هاش دعوا داره، یهو شوهر میاد رو شوهر داد میزنه. نیاز به زمان دارن بیشتر، یکم زمان بیشتری نیاز دارن برای تنقیح. همون ماشین چی گفتیم؟ ماشین دندای دستیه به اصطلاح تا دور بگیره وقت نیاز داره. اینه که میگیم وقتی که کسی این مشکل رو داره، خیلی وقتاست که شوهر زورگو نیست، چون خانم تصور کرده که اون زورگو شده. یعنی چی؟ ببینید یک صفت با یک بار ما به یک کسی یک مهر بزنیم ظلمه. طرف اومد یه دروغی گفت، این موضوع باشه فلانی دروغگوست. بابا دروغگو یعنی چی؟ یعنی همیشه دروغ میگه، دیگه جز ذاتش شده. نه اینکه با یه بار دروغگو شد. یه بار نمیدونم یه چیزی خانم خواست شوهر نخرید، خب یه چیزی تو ذهنش بود. همیشه تصرفات افراد بنابر یک بینش مثبتی هست که خودشون تصور دارن. یعنی از دید اونها خوبه، هر کاری رو طرف میکنه از دید اون خوبه. من این کار رو میکنم برای چی؟ برای این و این. برای خودش در ذات خودش یه تفسیری براش داره. من حق ندارم حکم صادر بکنم. یعنی چی؟ یعنی اینی که من دیدم مثلا طرف نشسته کنار یک کسی براش سوالای امتحانی رو جواب میده، مینویسه. خودم دیدم با دست خودش مینوشت. من حق ندارم برم بگم احمد آقا داشت تقلب میرسون به فرید. این حق من نیست. فوقش چی هست؟ فوقش اینه که من البته اینو در هر جایی من این رو تعریف کنم این گناه هست، اسمش هست غیبت. بله. اگر قرار بود جایی بگم، کجا میگم؟ جایی که مسئول هست، مدیر امتحانات هست. در جای مدیر امتحانات من حق ندارم حکم صادر کنم بگم که احمد آقا تقلب میرسون. همون چیزی که دیدم میگم. من دیدم که این داشت برای اون مینوشت. خب مدیر امتحانات میگه مگه خبر نستید؟ اون بنده خدا نابیناست. ایشون میگن و اوشون براشون مینویسن. ما هم کلاسی داشتیم در دانشگاه، اتفاقا همینجوری بود. سر جلسه امتحانی که میومد به فاصله بیشتر مینشست، این در گوشون میگفت، اون براش مینوشت. حالا ببینید ما حق نداریم حکم صادر کنیم. اگه حکم صادر کردیم چه اتفاقی میفته؟ من الان حکم صادر کردم که احمد آقا متقلبه. چی شد؟ یعنی یک احمد کوچولویی ساختم، گذاشتم تو سینم، روشم نوشتم تقلب کار. فردا میخواد بره ماشین بخره، خب تا به فروشنده میرسم یا میدونم فلان، بهش میگم مواظب باش این تقلب کاره ها. فردا میره یه جایی ازدواج کنه، میگم مواظب باش این آدم شیادی ها. کجاست شیاده؟ شیاد این شخصیتی که تو دقیقاً همین کاری که خانم‌ها میکنن. یک تصرفی شوهر کرد بنا به یک تصوری که در ذهنش داره و برای خودش اون تصرف یا اون کاری کرده مثبته. حالا درست کار درستی کرده یا نه این مسئله دیگه است. شاید بینشش اینطوری بوده، تصورش اینه که خب خودش من گفتیم که زورگویی اصلا علامت یه ضعف داخل شخص. اون میخواد که نشون بده مرد خونه است، نمیدونه چطور مرد خونه رو نشون دادن چطوریه، نفهمیده. یه جایی کسی بهش گفته که گربه رو در حجره باید کشت، یا جلوی خواهر برادراست میخواد که ابراز شخصیت بکنه که منم که دارم حرف میزنم، من زنزلیل نیستم، چون تا نگن که زنزلیله. این تصوری برای خودش داره. بر مبنای این تصور یک به اصطلاح حرف زوری گفت.
ولی اینکه نادرست هم هست. شما حق ندارید امروز خونه پدر مادرت برید. خب الان کلا نادرسته. مگه این کنیز زرخریدته که حق نداره که کجا بره، چی کار کنه چی کار نکنه؟ خب این حق نداری این دستور رو بدی. اما این دستور رو داد که چی؟ که نشون بده که من اینجا حاکم مطلقم، حرف منه. ما اتفاق داریم که این شخص زورگو هست. این فعل زورگو هست، این شخص زورگو نیست. این کار این فرد زوره. هی تکرار میشه این فعل، هی تکرار میشه. این من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که این حرکت از این آقا سر زد، زورگویی، یک زورگویی کرد. کار اشتباهست، در نظر خانم اشتباهست، در نظر خود فرد اشتباه نیست، با توجیهاتی که پیش خودش با توجیهاتی خودش. ولی اینکه توجیهات اشتباه هم باشه. بله اشتباهست، توجیهش اشتباهست. الان خانم اومد گفت که شوهر من زورگوست. نگفت که اینجا اشتباه کرده، اینجا زور گفت. 100 بار بیچاره زور نگفته، یه بار زور گفته. خب برای کسی که کم اتفاق میفته قبول، اما وقتی که تکرار میشه الان این مشکل این خانم چی است؟ این مشکل این خانم است که خودش در ذهنش تصور کرد که شوهر من زورگوست. الان وقتی شوهرش خسته از سر کار اومد گفت که خانم اگه زحمتی نیست یک لیوان آب بدید که من خستم. خانم چیه؟ مردی که به من زور میگه، خودش باید میرفت. میره همچون عصبانی میره آب رو میاره از ترس اینکه نبادا مشکل بیشتری درست بشه. اما آب رو به چی میاره؟ با اخم و تخم. با اخم و تخم. همین شوهر هم آب رو میخوره میره تو حلقش میبره و چه؟ چون که این اخم و تخم تو همین آب هم هست. یعنی همیشه اینطوری تاثیرشو میذاره. خب الان اومدیم تصور کردیم که خانم حق با ایشون است، شوهر زورگوست. چطور شد که شوهر شما زورگو شد؟ شوهر مهری خانم زورگو نیست. خب اون یه آدم دیگه است، این یک آدم دیگه است. شما هم یه آدم دیگه، مهری خانم هم یه آدم دیگه است. وقتی زورگویی میشه، ببینید کبوتر با کبوتر، باز با باز همجنس کند همجنس با همجنس پرواز. اینجا که شما بگید که مشکل تو شوهر هست، من میگم نه. اگر در خود شما مشکل نمی بود، در شوهر این مشکل بروز نمی کرد. یعنی میخواد بفهمید که همیشه اگر یک نفری بد هست، یعنی همسرش هم مثل خودشه، یعنی یک اشتباهی اگر داره میکنه اون هم باش شریکه در این اشتباه. چای خوبی هستم. فکرم خوب دم نکشیدن. خب پس دم بکشه بهتر از این هم میشه. بله. یعنی اینی که اگر من یه شخصیت محترم باشم برای خودم، ببینید یه دو مورد هست که در هر زندگی یا در کل جامعه بشری باید مراعات بشه. چی این دو مورد؟ یکی مسئله آزادی که هر کسی شخصیت مستقلی هست و آزاد هست در تصرفاتش، خودش تصرفات و کنش و واکنش رو خودش انتخاب میکنه. یعنی آزادی یعنی خودش رفتارهایی که انجام میده به اجبار دیگران نیست. و زورگو کی هست؟ زورگو اون کسی هست که آزادی دیگران رو سلب میکنه. بله. اون حقی که مال خودش نیست اون رو به زور از دیگری میگیره. بله. یکی دیگه هم احترام هست. خداوند متعال فرمودند لقد کرمنا بنی آدم، ما همه انسان ها رو کرامت دادیم، احترام دارن، شخصیت خودشون رو دارن، همه اینا. کسی حق نداره به کسی دیگه توهین بکنه، کسی حق نداره به کسی دیگه بد و بیرا بگه، کسی حق نداره تو به کسی دیگه اجازه بده که بهش توهین کنه. این فرعونه رو میشناسیم؟ همه میشناسن. یادت هست وقتی متولد شد چی شکلی بود؟ وقتی از مادر به دنیا اومد مثل بچهای دیگه را بود، همین کوچولو موچولو بود. والا قبل از من که به دنیا بیام مرده بود، نمیدونم.
به هر حال میدونیم که چه شکل و قیافه‌ای داشت. از شوخی بگذاریم کوچیکه مثل بقیه. مثل یه بقیه طفلی بود. بوده دیگه، طفلی بوده مثل بقیه که نیاز به شیر میافتاد، داشته، گریه ضعیف و- میکرد، زردی یکم سردش میشد، جغ یه میزد، انسانی مثل در بقیه مثل انسان. بقیه. بله. وقتی بقیه اومدن اطرافیان هی کمر خم کردن، هی سرورم گفتن، اینم فکر کرد من یه چیزی دیگه هم. بادش کردن شد بالا. بادش کردن شد بالون. مهم. خب البته هم افرادی که همچنین خودخواه میشن، متکبر میشن در جامعه، عموم جامعه اینا از بالا نگاه میکنن، فلانی اینطوریه، فلانی اینه، فلانی، مردم رو تحقیر میکنن. اینا مثل کسی هستن که رو قله کوهی ایستاده، مردم رو مثل مورچه ها میبینه، اما یادش رفته که مردم اون رو مثل پشه‌ای میبینن. اصلا شاید نبینن. اصلا نبینن. خب این فرعون رو کی فرعونش کرد؟ مردم. شوهری که زورگوست، کی زورگوش کرد؟ زن. بله. زن وقتی که در ابتدای زندگی از الان هم اون زنی که الان شوهرش زورگوست، اگر مثلا قبل از ازدواج بود باید در دوران نامزدی و اینا تشخیص میداد که این آدم زورگویی هست یا نیست. خب اون اگر قبلش با خواهر برادرش هم با همینجوری بوده تو خانواده‌اش هم چی میشه؟ اگر کسی که زورگو هست، از این ور اون ور پرسیدیم دیدیم آدم زورگویی هست، وقتی که حرف میزد مثلا در اثنای به اصطلاح نامزدی و اینا داد و فریاد را مینداخت و فلان مینداخت، میفهمین که آدم زورگویی هست. چرا این کارو کردی؟ کی گفت بهت؟ یا با من اجازه گرفتی؟ از من حرف زدی؟ آدم زورگو زود فاش میشه. بله، نمیتونه خودش کنترل کنه. دیگه احساس میکنه کم داره، خودش کم داره، میخواد اینو اگه بتونه تو دوره نامزدی کنترل کنه پس زورگو نیست. اگر نه میتونه رول بازی کنه، چون که دوران نامزدی در واقع دوران نیاز هست. خب مثل یه صیاده که به اصطلاح تورشو انداخته دیگه، خب مظلوم نگاه میکنه، خودش رو ساکت میشه، یه گوشی خودشو پنهان میکنه تا مرغ به شکار بیاد تو دام. خب الان متوجه شدیم که آقا زورگوست. چه کار میکنیم؟ همین آقای زورگو، ما چقدر در جامعه آدمای زورگو داریم؟ آیا این زورگو با همه میتونه زور بگه؟ نه دیگه، حتما بالاتر از زور دیگه هست باز که اونجا باز نمیتونه. پس اگر من بیام خودم ثابت کنم، به این فرد برسونم که من یک انسان محترمی هستم، ببینید یک ارزش هایی هست که همه جلوی اون ارزش ها سلام احترام میزنن. آدم مؤدب، آدم خوش اخلاق، آدم متواضع اما در عین حال با شخصیت. ذلیل نه. یعنی بعضیا فکر میکنن که من آدم خوبیم، چون من خوبم اجازه میدم که دیگران به من توهین کنن. نه، این خوبی نیست. هر کسی بیاد تو سر من بزنه رد. این توجیه ذلت خودش هست. آدم خارمنیشی هست، ذلیله، ذلتش رو توجیه میکنه. نه، من خوبم به این معنا که من برای خودم احترام قائلم، چون برای خودم احترام قائلم، برای خودم ارزش قائلم، برای خودم بها و ارزش قائلم، دیگران رو ارزش میدم، برای دیگران احترام قائلم، چون من آدم خوبیم حرف بد نمیزنم. خب فحش داد طرف، خب اگه من فحش دادم فرق من و اون چی بود؟ خب یک قصه زیبایی هست. حضرت ابوبکر صدیق جوی وستادی بودن، یه افرادی اومدن بعد و بیرو میگفتن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کنار ابوبکر وستاده بودن، اونا بعد و بیرو میگفتن، هرچی از دهن لقشو در میومد میگفتن. ما در تعبیر خودمون هنوز بعضی عبارت‌های اشتباه داریم. میگیم مثلا ابوبکر رو هرچی از دهنشون در میومد ابوبکر رو بار کردن، در حالی که تعبیر اینطوری نباید باشه. اونا هرچی شایسته خودشون بود خودشون رو بار کردن یا خودشون رو لو دادن.
از ابوبکر نه چیزی کاسته شد نه چیزی شد، بلکه در چشم همه و من جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و من جمله ملائکه ابوبکر در شأن خودشون بودن که ببینید همه پارس میکنن، این هیچ کاری نمیکنه، تا اینی که بسیار حضرت ابوبکر دیگه کاسه صبرش لبریز شد، آخرش گفت خودتونید. گفت خودتونید، چیز دیگه هم نگفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از اونجا دور شدن. ابوبکر تعجب کرد، وقتی که اینا به من توهین میکردن پیامبر در کنار من بود، وقتی که من از خودم دفاع کردم این برداشت ماست. پیامبر تشریف بردن، وقتی پرسیدن گفتن نه. وقتی که اونا داشتن بد میگفتن و خودشون رو لو میدادن و شخصیت خودشون رو بروز میدادن، ملائکه پیش شما بودن که شما هیبت و شخصیت خودت رو داشتی، من کنار ملائکه بودم. وقتی که شما از خود دفاع کردید، اینجا دفاعی نباید باشه، چیزی که نشده که شما از خود دفاع بکنید. اینجا دیگه شیطان اومد، من باید میرفتم. یعنی وقتی کسی به من بد و بیرا میگه، چطور به من بد و بیرا میگه؟ میگه آقا به من فحش داد. کو فحشه؟ اگه به شما فحش داد باید دستت باشه. میاد میگه که بابا به مادرم فحش داد، به من فحش داد، به نمیدونم فحش داد. کو این فحشا؟ اگه داد بیار خب ما ببینیم. پس به شما نداد. اون چی کار کرد؟ اون اومد خودش رو لو داد. فحش دادن یعنی چی؟ یعنی یک حرفای زشت گفتن. اون حرفای زشت از کجا میاد؟ از داخل فرد. تا توش نباشه که چطور میاد بیرون؟ از کوزه همون برون تراوت که دروست. پس اون خودش رو برای من همسر این نباید اصلا احتمام بهش بدم. خب یعنی چی؟ الان یعنی من خودم رو چطور کنترل کنم؟ اگه میشه؟ بله میشه. یعنی چی؟ یعنی من باید این رو ذلت رو قبول کنم؟ نه، راه داره. من این واقعیت رو قبول میکنم. چطور؟ یعنی چی واقعیت رو قبول میکنم؟ یه اتفاقی که داره میفته، یه چیزی که هست. الان من دو راه دارم. من سوار ماشینم، حواسم نبود، ماشینه از جاده رفته بیرون، داره به طرف یه چاله میره. من دو راه دارم، یا تو سر و صورت خودم میزنم، گریه میکنم، فلان میکنم، چوشم میگیرم، آخرش میشه میفتم تو چاله. یا اینی که نه، این یه واقعیتیه، بده، خطره، ماشین از به اصطلاح مسیرش منحرف شده، الان واقعیت رو میبینم، شروع میکنم به کنترلش. الان حکایت بد و بدتره. نه، حکایت کنترل بده. یعنی اگر الان نتونم کنترل کنم بدتر میشه وضعیت دیگه. وضعیت بدتر میشه و من داغون میشم. من چیکار میکنم؟ بله این فرد زورگوست، این فرد عصبانیه، این فرد لق زبانه، بد زبانه. خب این واقعیت هست دیگه. بیماری رو من شناختم. الان میشینم با خودم میگم که خب اینو چطور درمانش کنم؟ چطور با این مشکل من کنار بیام؟ چطور این رو اصلاحش کنم؟ همینجور جناب دکتر اجازه بدید نگه داریم که حالا وقتی که ما واقعا پذیرفتیم و قبول کرد کسی که واقعا همسرش زورگوه و به تعبیراتی به حال شما فرمودید بد دهنه، دهن لقه، رفتارش تنده، عصبانی، پرخاشگره، این واقعیت رو قبول بکنیم شرط اول. یعنی واقعا قبول بکنیم که هست دیگه بالاخره، مثل بیماری که پرستاری میپذیری این بیماری هست، الان به فکر درمان داریم. اجازه بدید میام برنامه ببینیم به همراه شما بینندگان عزیز و جناب دکتر برمیگردیم درباره این راه حل ها صحبت بکنیم که حالا اگر همسر اینطوری هست، واقعیت زندگی دیگه، ازدواج شده و همسر هست و این هست دیگه بالاخره، چطور میشه در کنار همچین همسری با این صفات، زورگویی، پرخاشگری، عصبانی، بددهنی، هر تعبیری که خودتون دوست دارید اضافه بکنید، چطور میشه فضای خانواده رو، فضای داخل خانه رو به سمت خوشبختی و سعادت و آرامش سوق داد؟ با چه راهکارهایی؟ برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ممنون.
ازدواج موفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. در صحیح بخاری حدیث شماره 5090 و صحیح مسلم حدیث شماره 1466 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن به خاطر 4 چیز نکاح می شود. یکی به خاطر مال و ثروتش، دیگری به خاطر نسب و نجابتش، و آن یکی به خاطر زیبایی و جمالش، و یا به خاطر دین و ایمانش. پس زن دیندار را انتخاب کن تا سعادت واقعی نصیبت گردد. آداب همسرداری. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. در صحیح بخاری حدیث شماره 5214 انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند: از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که وقتی انسان دوشیزه‌ای را بر زن بیوه قبلی خود بگیرد 1 هفته پیش او بماند. بعد از پایان 1 هفته باید وقت خود را بین زن جدید و قدیمش تقسیم کند. ولی اگر زن بیوه‌ای را بر زن دوشیزه قبلی خود بگیرد 3 شب پیش این عروس بیوه باقی بماند و بعداً وقت خود را بین آنان تقسیم کند. عن عطاء رحمه الله قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9، كان يقسم ل8 ولا يقسم ل1. در صحیح بخاری حدیث شماره 5067 و صحیح مسلم حدیث شماره 1465 عطا رحمه الله نقل می کند: با ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بر جنازه ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در محلی بین مکه و مدینه به نام سرف حضور داشتیم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمود: وقتی که جنازه او را بلند کردید به آرامی و احترام آن را بلند کنید و آن را تکان ندهید و به احترام و متانت با آن رفتار کنید، همانطوری که در زمان حیاتش نسبت به او احترام می کردید. همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 9 زن در نکاح داشتند که نسبت به 8 نفر از ایشان با نوبت و تقسیم وقت رفتار می کردند، ولی 1 نفر از ایشان نوبت نداشت. ام المؤمنین سوده بنت زمعه رضی الله عنها نوبت خود را به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بخشیده بود.
بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. درباره موضوع زورگویی بین همسرها صحبت میکردیم و اینکه یک همسر چطور میتونه خانمی در کنار شوهر زورگوی خودش احساس خوشبختی بکنه در فضای خانواده. جناب دکتر اشاره فرمودن که اولا که نباید زود ما حکم بکنیم که به مجرد اینکه به هر حال شوهر حالا خواهر بزرگواری در یک برخوردی، یک رفتاری، حرفی زد که کاری انجام داد که برداشت میشد، ولی اون حرف اون کار زورگویی بود هم، ولی با این وجود نمیتونیم بگیم که کلا شخصیتش این گونه است، مگر اینکه واقعا بارها و بارها و بارها تکرار بشه و ولو اینکه حالا اون هم ثابت شد که واقعا شخصیت یک شخصیت زورگوست و چه در رفتارش، چه در گفتارش، چه در تصمیم گیری هاش و تمام دوربر و خانواده هم اتفاق دارن که این شخصیت این گونه هست. وقتی واقعا این گونه هست، پس اولین قدم اینه که این واقعیت رو قبول کنیم. وقتی که هست، اگه واقعا هست و هر کسی میگه خب بله شوهر من زورگوئه، شما که اعتراف میفرمایید و خودتون میگید که زورگو هست، یعنی قبول کردید که زورگوئه دیگه. وقتی که قبول کردید که هم شوهر شماست و قبول کردید که زورگو هست، خب پس بعد به دنبال راه حل بود دیگه. راه حل رو باید پیدا کرد که چطور حالا میشه مشکل رو حل کرد و الان دنبال راه حل میگردیم و جناب دکتر قرار بود درباره این راه حل ها صحبت کنیم. خب جناب دکتر الان پذیرفته شد که زورگو هست، شخص مقابل، راه حل چیز هست، کجا شروع کنیم؟ از اولش از خودمون شروع میکنیم. به این معنا که خب ما قبول کردیم که این بنده خدا زورگوست. بله. همه قرائن این رو میگه که با اون زور میگه دیگه. خب حالا چرا زور میگه؟ این زورگویی بی معنا نیست که ما وقتی که قبول کردیم زورگو هست یعنی تاییدش کردیم. نه، به هیچ عنوان ما یک اشتباه رو تایید نمی کنیم. این معنی نیست که کار خوبی میکنه و حق کار بدی هست، یک اشتباهی هست، الان هست، حالا قبول کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینی که من یک استاپ میزنم، خب به جای اینکه نقنق بزنم، به جای اینکه نمیدونم گریه و زاری کنم، تو سرم بزنم که چی شد و بلایی به سرم بوده، بدبخت شدم، فلان شدم، نه، یک به اصطلاح اشتباهی هست، الان من این رو خوب بخونمش. یعنی قبول کردن یعنی اینی که ایستادن و تماشا کردن، یعنی این که بررسی کردن، یعنی اینی که احساس کنم، خودم رو بذارم جای به اصطلاح اینی که این مشکل تو خونه من نیست، این مشکل تو خونه مهری خانم همسایه است. انگار که من مشاور یک زن و شوهری هستم که این مشکل رو دارن. الان مهری خانم اومده پیش من میگه که شوهرم این مشکل رو داره، من چه جوابی بهش میدم؟ میگم بزن تو گوشش؟ نه، من الان چون که مشکل خودم نیست راحت باش برخورد میکنم و همیشه منصفانه ترم قضاوت میکنم. افراد به اصطلاح وقتی که مشکل مال خودشون نیست همشون ماشاءالله کارشناسن. میبینید تو طرف میگه که بچم سرفه میکنه 100 تا دارو تجویز میکنه. همین که بچه خودش سرفه کرد دیگه دست و پاش گم میشه، چیکار کنم؟ خب الان میایم میبینم که بله سبب این زورگویی چی هست؟ احیانا سبب خود من هستم. یعنی چی؟ یعنی اینی که این بنده خدا مرد خونه است، من اومدم نقش مرد رو بازی میکنم. همیشه مرد از چی خوشش میاد؟ از زن خوشش میاد. زن از چی عاشق چی میشه؟ عاشق مرد میشه. این مرد و زن اینجا چه معنایی داره؟ یعنی اینی که مرد صفتهای مردانگی، ویژگی‌های مردانگی داره، زن ویژگی‌های زنانگی داره. مثلا اینی که به اصطلاح راننده خانواده کی است؟ مرد. وقتی که زن میاد هی پا پیشش میکنه کجا بودی، کی رفتی، کجا رفتی، چیکار کردی، چیکار نکردی، چرا این کار کردی، چرا این کار کردی، فلان کردی. این به خصوص در خانم‌هایی که کارمندن، شاغلن، به خصوص در خانم‌هایی که معلمن، تحصیلاتشون بالاتر احیانا، نوعیت به اصطلاح کارشون، خانومی که مثلا پرستاره، خانومی که نمیدونم ماماست، این مشکلات رو زیاد نداره. خانومی که معلم هست، خانومی که مدیر مدرسه هست، که این دیگه خدا رحم کنه به شوهرش، باید خیلی خودش رو بتونه به اصطلاح زن کنه در خانواده تا محیط خانواده استقرار داشته باشه. خب الان این خانومی که به اصطلاح میاد پا پیچ شوهرش میکنه،
یعنی لباس مردانگی در مقابل شوهرش میپوشونه، اینجا شوهر دیگه باید زور بگه. یعنی خودش داره اون رو تحریک میکنه به زورگویی، چون که احساس میکنه که این قلمرو من رو گرفته، در وظایف شوهر داره دخالت میکنه. این داره مثلا مردانگی من سوال پیش میکنه منو. کنه داره نقش شوهر ایفا میکنه دیگه. اینجاست که دیگه اون وقته که شوهر تحریک میشه، زور میگه تا بگه که منم هستم. خروش جنگی میشه. یعنی این قلمرو منه، تو مجبورن باید بپذیر. خب حالا تصور کنیم که این حالت نیست، شوهر زورگوست و همسر هم مظلوم. خب دخالتی هم در کار شوهر نداشته. دخالتی هم در کار شوهر نداره، هیچ توجیه. یعنی مشکل از همسر بعد از این که به اصطلاح اون واقعیت رو قبول کرد، اومد دونه به اصطلاح دید که نه، مشکل از من نیست. خب مشکل از شوهره. خب پس مشکل از شوهره، این برای زورگوییش هدفی داره. چرا زور میگه؟ یعنی آدم که زور نمیگه، به دیگران که زور نمیگه، تو خونه زور میگه. زورگوییش اینه که همه خویشا، برادراش، خواهراش، اینور و اونور بهش میگن زنزلیل. چرا؟ چون که چند بار من از چیزایی خواستم، اون بنده خدا از خوبی خودش حرفم رو زمین نزده، از بس که من رو دوست داره، احترام پدر مادر من. خیلی وقت هاست که به اصطلاح طرف نه به خاطر به اصطلاح همسر، به خاطر اون محیط اجتماعی همسر، برادرش مثلا پدرش خیلی شخصیتی هست، نمیدونم برادرش خیلی هست، فلان هست، این نمیخواد مثلا حرف اون رو به زمین بندازه که باز این بره با برادر خواهراش بگه و فلان و یک بگو مگویی یا به اصطلاح آبروی حیثیتش زیر سوال بره فلان. یه موردی هست که این آقا میخواد که ثابت کنه که من مرد خونه هستم، این آقا میخواد ثابت کنه که اعتماد به نفس دارم، میخواد که برای اطرافیان یا برای من ثابت کنه که من زنجلیل نیستم. خب پس اینجا یک نقصی در شخصیت اون هست که من باید بیام اصل ماجرا رو درمان کنم. اینی که من بیام بهش بگم زورگویی نکنیم بده فلانه، این راهکار نیست. اینجا راه حل چیه؟ راه حل اینه که به اصطلاح سقف داره آب میده، من نیام بگم گلکاری منو خراب کرد فلان که برم این گچو که پایینه درستش کنم. خب فردا باز آب میده سقف، برم قیبگونی بالا رو درست کنم. سقف رو از بالا باید بپوشونم. اینجا من بیام اون چیزی که اون میخواد رو بهش بدم. اون میخواد که ثابت کنه که اون مرد خونه است. وقتی حرف میزنه بگم چشم قربان، حق با شماست، بله. خب 10 بار و تعریفش کنم. خب جلوی مثلا افرادی که این به صورت زورگویی از اونجا سرچشمه میگیره، اون میخواد که به صورت شخصیتش در اون محیط که بهش میگن زنجلیل، در اون محیط من بیشتر به صورت هر موردی که شد، حرفی زده شد، میگه من از شوهرم اجازه میگیرم، اجازه میدید که ایشون میگفتند که فردا بریم کوه و اگر شما حال و حوصله دارید و اجازه میدید باشون بریم، اگر خسته‌ای نمیتونی خب یه وقتی دیگه. یعنی به اون در اون فضایی که این احساس میکنه که اونجا خورد شده، اونجا شخصیتش لطمه دار شده، من بیام اونجا رو پانسمان کنم، برسونم که نه. و اینی که به اصطلاح خب من احساس میکنم که این مشکل داره، زورگوست، بیام تعریفش کنم که زورگو نیست. اون قدیما یه کارای شاعرها میکردن، میرفتن یک که به اصطلاح پادشاه ظالم رو یا انوشیروان به اون ظلم و ستم و وحشتگری رو میومدن پادشاها میگفتن تو پادیدی، تو نمیدونن فلانی. این برای چی بود؟ این تعریف میکردن که تو این خوبی ها رو داری، اون نداشت. یعنی اینی که اگر تو این خوبی ها رو داشته باشی مردم اینجوری دوستت خواهند داشت. وقتی مثلا در جایی در مجلسی هست پدر مادر اینا اون به اصطلاح خویشا و اینا، به جای این که بیام بگم که زورگوه، میگم که شوهرم خیلی آدم خوبی هست، تعریفش کنم پیش خواهرش، پیش این اون تعریفش کنم، این حرفا بهش
میرسه که پس من اگر زورگو نباشم اینطوری باشم هر جا نامم خوب میره. یه موردی هست. یه مورد دیگه این در 10-20 مورد آقا زور میگه، هر چی میگم نه اینطور نباید باشه، اینطور باید باشه فلان. یه بار وفق مراد من رفت، یه بار 100 تا اشتباه کرد، یه بار یه خوبی کرد. این خوبی دیگه من منتظر همین یه فرصت خوب باشه. خب فرصت خوب که به دستم رسید دیگه تا میتونم این رو تعریفش کنم. الان دیگه وقتشه. الان وقتشه. هر جایی هر فرصتی رسیدم خدا جزایت خیرش بده، شوهرم اینقدر آدم خوبیه، اینقدر آدم خوبیه. امروز صبح من اصلا خواب بودم، این شیر فلکه بسا چک چک میکرد، دیشب اصلا ما رو به خواب نذاشت، همه همسایه ها اذیت بودن. ماشاءالله مثل مهندس ها رفت همین چی رو بازش کرد، درستش کرد. عین او میگفتی آقا چی از فیسا قورسه نمیدونم چی قورسه که اومده و فلان. یه تعریف این دیگه تا یه ماه ای تعریف کن، هر چی شد تعریف کن. قاعده کلی خداوند متعال برام گذاشته، خیلی زیباست. خداوند متعال میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم. جالب اینجاست، ما اومدیم ترجمهش کردیم اگر کسی شکر من را انجام داد. خداوند نگفته شکر من، نگفته لئن شکرتمونی لازیدنکم، نه، گفته اگر شما شکر به جای آوردید من بیشتر بهتون میدم. یعنی اگر شما شکر شوهرت رو به جای آوردی، خداوند در صفات خوبی که در این شوهر هست بیشتر برکت میده. اگر شکر هر نعمتی رو به جا آوردی، این نعمت از هر کی اومد، و در یک روایت هست که لا یشکر الناس من لا یشکر الله من لا یشکر الناس. اون کسی که شکر تشکر نکنه، قدردانی نکنه از مردمی که بهش خوبی کردن، اون قدردانی از خدا هم نمیکنه. درست. خب پس اینجا که این شوهرم اومد یک کار خوبی کرد، من باید دیگه الان تو میتونم واسهش کف بزنم، سود بزنم، تشویقش کنم، بهش برسونم که واقعا خوبیات قابل ارج هست، قدر شناسم من. اون وقت دیگه میفهمه که نقطه های ضعفی که داره باید کم کم جبرانش کنه. اما یه نقطه ای که بسیار های اهمیت هست، کل این کاری که من میکنم چرا میکنم؟ چرا؟ اگر برای این میکنم که شوهرم رو من کسب کنم بدون که شوهر شکار بشو نیست. خب پس اینا رو برای چی میگفتید؟ اینا رو میگیم که تمام این کاری که من میکنم به خاطر رضایت خدا میکنم. به خاطر رضایت خدا که کردم چه اتفاقی میفته؟ فرقش چیه؟ کارمون کاره. فقط نیت فرق میکنه. وقتی که من به خاطر شوهرم میکنم از مجبوری میکنم، از نیاز میکنم. آخه بدبخت شدیم تو این هچل افتادیم، اون رو چطور خودمون رو بکشیم بیرون؟ چون که از مجبوری میکنم با عشق و علاقه نخواهم کرد، و چون که با عشق و علاقه نمیکنم خودم شکنجه میشم، دارم به خودم زور میگم. من میخوام زورگویی اون رو تموم کنم، دارم به خودم زور میگم، و چون که به خودم زور میگم، رو خودم فشار میارم، این کار من انعکاسش منفی میشه. من این کار رو میکنم که آدم بشه دیگه، چون که من میخوام اینو آدم کنم، آدم نمیشه. اما من این کار رو میکنم تا خدام رو راضی کنم، چون من انسان محترمی هستم، پیش خدام میخوام عزیز باشم. من این کار رو میکنم که این بنده خدا رو اصلاح کنم، هم برای زندگی خودمون خوب میشه، هم برای زندگی خودش خوب میشه، هم دنیامون خوب میشه، هم آخرتمون خوب میشه. این بنده خدا شوهر من تو دنیاست، شوهر من تو آخرته. پس من وقتی که به خاطر رضای خدا میکنم، با چی میکنم؟ با عشق و علاقه میکنم، با اخلاص میکنم، با صداقت میکنم. چون که من با صداقت انجام میدم، حتما همیشه کاری که شما با صداقت انجام میدید انعکاسش صادقانه است. شما با صداقت و عشق چای ریخت رو پا من،
چی می اتفاق میفته؟ اتفاقی میفته که من پامو جمع میکنم میگم آقا سلیمانی برای سوخت یا نه دعوایی میشه نه معرفی میشه. اما نه از روی وقتی که بریز بابا دیگه چیکار کنیم، شاعر کنار برگذاشتن ریختی دیگه اونجاست، چون که صداقت و اخلاص نبود انعکاسش رو من چی میشه؟ منفی است. منفی میشه و منم دو فریاد میگم که آقا پوری نمیبینی چی وضعشه. خب پس همه چیز اصل همه هر کاری، هر کنشی، هر واکنشی، هر چیزی از داخل من باید بیاد و من باید مهارم دست خودم بشه، رد فعل دیگران نباشم. کاری فلان کرد من واکنش ندم، واکنشم هم در اختیار خودم باشه. کاری که میکنم همیشه یک کنش بشه، یک بسیار واکنش نباشه. اگر حالا خواهری بیاد بگه که شما همیشه میگید که شما از خودت شروع کن، صبر کن، به صداقت داشته باش، به خاطر الله این کار بکن، خب چرا شوهر نباید این کار بکن؟ مگه زندگی دو طرفه نیست؟ چرا اون احترام نمیذاره؟ چرا اون شروع نمیکنه؟ چرا اون همین کارو به خاطر الله و به خاطر صداقت نمیکنه؟ اگر همسر به اصطلاح خانم هم زورگو بود، ما همین راهکارا رو به شوهر توصیه میکنیم. اما چون غالبا شوهرها رو زورگو هستن، خب یعنی در قضایای به اصطلاح ظلم، عدالت، کارهای خوب و بد در خانواده خداوند متعال یک قاعده کلی، یک قانون گذاشته ولهن مثل الذی علیهن. برای همسران همون چیزی که به اصطلاح در مقابل اون واجبات و مسئولیتایی که دارن، حقوقی هم دارن. همون حقی که روی شوهر روی همسرش داره، همسر روی شوهرش داره. اینجا در این فضا چون شوهر به اصطلاح زورگو هست، قدرت همسر همیشه بیشتره. زنا در مهار کردن این فضاهای بحرانی خانواده بیشترین قدرت و طاقت رو دارن از چی؟ از مردا، چون که نیاز مرد به زن بیشتره. آیه قرآن کریم و من آیاته ان جعل لكم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، بعدشی و جعل بینکم موده و رحمه لتسکنوا الیها. یعنی چی؟ ببینید لتسکنوا الیها، تا با اون هم با خانمتون شما سکون بگیرید. الیهی نیست، الیها است. بله الیها یعنی برمیگرده به خانم. سکون و آرامش، سکن. خانه از کی است؟ مال خانمه. خانه رو اگر مرد خرید، خانه رو همه تجهیزاتش از مرد و همه هست، اما خانم پادشاه این خانه خانم هست، صاحب این خانه اهل بیت مصداق اولیش خانم خانه است. وقتی میگیم اهل بیت یعنی چی؟ اهلیه. وقتی میگن با اهلیه تشریف بیارید، با اهلیه یعنی خانم، اهل بیت یعنی خانم. حتی اگر دعواشون به سلام به طلاق کشید، خداوند متعال به مرد میگه که حق نداری که از خونش بیرونش کنی. خونه مال زنه. پس زن مکان آرامش هست، زن مکان سعادت و خوشبختی هست که مرد اونجا میاد ساکن میشه. واسه همینه که انتظارات برای رفع بحران از صابخونه است. آیا جناب دکتر مواردی که شما اشاره فرمودید برای حل این مشکل، آیا امکانش هست که شخص بعد از رعایت این موارد باز هم به نتیجه نرسه؟ امکان نداره. یه مورد میتونه باشه. چه موردی؟ و اون مورد اینه که فل تو کار باشه. یعنی چی؟ یعنی من شوت زدم که گل بره، خب اما متاسفانه کج زدم. خب اینقدر این مسیر رو وقتی که اگر من خوبی کنم با دشمنم، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه، کسی که بین شما دوتا دشمنی هست، تو خونه که دشمنی نیست، زن شوهر خود به خود اصلا محبت دیگه بینش. اصل اساس این پیمان بر مبنای محبت و عشق درست شده. اصلا چون محبت داشتن بگو محبت نداشتن، زورکی بوده. ازدواج زورکی بوده که چی بشه؟ که دشمنی درست بشه یا محبت درست بشه؟ هدف محبت بوده. هدف محبت. پس اینجا در هر حالتی دشمنی نیست. نه.
چی هست؟ سوء برداشت هاست، ندانم کاری هاست. خب آقا سفره دل رو تماشا نکردن، نمیدونن. خب اینجا چیکار میشه کرد؟ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. یعنی چی؟ یعنی ما یک معادله داریم، معادله قرآنی است، قانونه که این قانون میگه 2 به علاوه 2 4 تا. اگر 2 به علاوه 2 4 تا نوشته نشد یعنی که اینجا اشتباهی صورت گرفته. شما 2 نگذاشتید 1 گذاشتید، 2 نگذاشتی 1 گذاشتی، تو به اصطلاح چی میگن ماشین حسابت اشتباهی 5 زدی، اشتباه صورت گرفته. و الا این اتفاق باید بیفته، باید اینجا ولی حمیم بشن، یعنی دوست صمیمی باید بشن، چون که ادفع بالتی هی احسن شده. اگر دوست صمیمی نشدیم پس اون طرف مساوی مشکل داره، اون طرف معادله مشکل داره. یک مثال خیلی زیبایی میزنن که خانم معلم از شاگردش پرسید که دخترم شما یه سیب دارید، یه سیب دست شماست، یه سیب دست من، بله. الان چند تا سیب ما داریم؟ دختره گفت 3 تا. دخترم من یه سیب شما یه سیب تو دستته، حالا چند تا؟ 3 تا. هرچی خود بفهمه، دختره نمیفهمه. گفت حالا مثال عوضش میکنیم، یه پرتقال دست شما یه پرتقال دست من، حالا چند تا پرتقال داریم؟ گفت 2 تا. آفرین تشویقش کرد. خب الان همون یه سیب دست شما یه سیب دست من، چند تا داریم؟ گفت 3 تا. گفتم چطور؟ گفت آخه مامانم تو کیفم یه سیب برام گذاشته صبح. اینجا پس بدونیم که یه چیزی اینجا، یک معادله، یک معادله دیگه، حکایت دیگه، یک حکایت دیگه ای هست. این رو باید اصلاحش کنیم. و در این مسیری که به اصطلاح معادله‌ای که کاملا ثابت هست، قرآنی هست، درست هست، هر گونه نرسیدن به هدف، عشق اینجا ساخته نشد ولی حمیم نشد، یعنی که ما راه رو اشتباه رفتیم، از سر معامله درست استفاده نکرد. خودمون میاییم وارسی میکنیم که ببینیم اشتباهی کار از کجاست. خیلی ممنونم. جناب دکتر اجازه بدید چند تا از سوالهای بینندگان عزیز رو هم مطرح بکنیم. در همین موضوع بحث خودمون خواهری فرمودن که سلام بر شما. علیکم السلام. فرمودن برامون خیلی دعا بکنید، خیلی چشمات دنبال زندگی ماست، من و همسرم خیلی دیگر رو دوست داریم ولی یهو بین ما اختلاف به وجود میاد. شوهرم خیلی خوبه ولی به یک باره عصبانی میشه و میترسم که بگه تو رو طلاق میدم. منم از ترس چی نمیگم، میرم تو خونه، بعد از یک چند ساعتی که میگذره دوباره پشیمون میشه، میگه دست خودم نیست، نمیدونم که چیکار کنم، لطفاً ما رو راهنمایی بکنید که مشکل رو چطور میتونیم حل بکنیم. اینجا اصلا مشکلی وجود نداره. دعوا میشه، اختلاف میشه، اینو طبیعی است، تو هر خونه ای میشه، سوء تفاهم میشه، نمیدونم فلان میشه، شوهر نمیتونه خودش رو کنترل کنه فلان. یه اشتباهی که اینجا هست خانم داره انجام میده اینه که میگه میترسم که طلاقم بده. چرا میترسی که طلاق بده؟ چرا شما بدترین چیز رو تصور میکنی؟ این تصور چه اتفاقی به وجود میاد؟ وقتی که من از یه چیزی میترسم اون چیز اتفاق خواهد افتاد. من میترسم که برم تو خیابون ماشین میزنمه. خب وقتی میترسم که ماشین منو میزنه، میبینی که روز دوم زد و پاش شکست. چرا؟ چون وقتی که من به ذهنم میگم که این کار رو نکن که این کار اتفاق میفته، ذهن دستورات منفی رو بلد نیست بخونه، بگو نکن میکنه. من الان به شما بگم که شما چشاتو ببند و به اصطلاح ببین، مواظب باش که یک ماشین سرخ رنگ رو تو ذهنت نداشته باشی، چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً همون ماشین سرخ رنگ تو ذهن طرف میاد. من میترسم که منو طلاق نده، چه کاری اتفاقی میفته؟ من به ذهنم میگه که منو باید طلاق بده، در نتیجه من کارایی میکنم که اون رو برانگیخته میکنه و منو طلاق میده. پس نباید بترسید از چیز منفی. تصور تو بیاد بکن که من میخوام که زندگیم خوشبخت بشه، من میخوام که از این بر این خوشبختی که دارم اضافه بشه، برای همین نمیخوام شوهرم عصبانی بشه. خب حالا چی کار میکنم؟ تعریفش میکنم، همیشه تعریفش میکنم، از کارهای درستش تعریف میکنم. در یک جلساتی که با هم خیلی خوب نشستیم داریم چای میخوریم فلان، میگیم
میگم اینقدر دوست دارم، اینقدر دوست دارم، اما ای کاش همین وقتایی که عصبانی میشی از کوره در نری، چون وقتی در میری دیگه من نمیدونم که این محبتی که با دارم، این عشقی که با دارم، اینو چطوری ابراز کنم. خب بعدش تازه وقتی که به اصطلاح عصبانی شد چی کار باید کرد؟ عصبانی شد یعنی این واقعیتی که هست رو قبولش میکنم، همونطور گفتیم. چه کار میکنم؟ هیچی نمیگم. سیاست رو چی میگیرم؟ سیاست حضرت معاویه. حضرت معاویه این همه سال حکومت کرد و یه امپراتوری درست کرد و فلان. گفتن چی کار میکردی؟ این همه مردمی که مخاشون عجیب غریب بود اینا چطور جمع کردی؟ گفت من تصور کردم بین من و مردم یه تاریمویی هست، تا اونا اینو میکشیدن من شلش میکردم کنده نشه، تا اونا شلش میکردن من میکشیدم که نیفته. خب اینطوری وقتی که به صورت میدیدی که شوهرت عصبانی شد، ببین رو چی عصبانی است، این کارو نباید میکردی، ببخشید اشتباه شد، خب بذارش سرد بشه. اگر شما اومدید به حرف زدید اون هم حرفی زد و فلان، این کاری که میکنید که به اصطلاح فرار میکنید کار اشتباهی میکنید. فرار نکن، جلوش وایسا، ساکت بذار، معذرت خواهی کن. معذرت خواهی کردن در بین زن و شوهر به معنای این نیست که بله کار شما درسته کار من اشتباه بوده. معذرت خواهی کردن به معنای قبول اشتباه از جانب من نیست. معذرت خواهی کردن به معنای آتش بس اعلام کردنه. بسر کنیم. بله حق با شماست، ببخشید دوباره تکرار نمیشه. خب اون هم آدمه دیگه. ببین در خانه ما دوتا سنگ نداریم، دوتا آدم داریم. این فرد باش خودت میگی فردا میاد معذرت میخواد اشتباه کردن، خب بذار اشتباه بکنه، بعد که میاد معذرت خواهی میشه تموم شد. و هیچ وقت اینا رو تو بایگانی نکن. معذرت خواهی کرد یعنی چی؟ یعنی بر گذشته ها صلوات، دیگه نشه که فردا یه وقتی عصبانی شدی بگی که بله تو هر روز رو من عصبانی میشی. دیگه یاد نکن. نه تموم شد. خیلی ممنونم. بیننده دیگری فرمودن که من خیلی قصه میخورم دوستای خودمو که میبینم همه با آرزوهای خودشون رسیدن و شوهر کردن یا نامزد دارن، ولی من هنوز نامزدم ندارم. بابام خیلی بد اخلاقه، 3-4 تا خواستگار اومده واسم، بابام قبول نکرده، 24 سالمه و قصه میخورم و همش تو دلم میگم میمیرم و با آرزوهای خوبم نمیرسم. خواهش میکنم منو راهنمایی کنید و برام دعا بکنید که چیکار بکنم. خواهر عزیز، اول یه سنباده بردار، دلت رو صاف کن که اگر این تو دلت بمونه که ازدواج نخواهی کرد و آرزو به دل میمیری، چون که خودت اینو خواستی به دلت گفتی، آرزوی به دل خواهی مرد و به هیچ جا نخواهی رسید. پس اول اینو پاکش کن. چون که شوهر، بابام بهم شوهر نمیده، اگر شوهر پیش بابات هست خب بگی یه چند تایی بفرسته، ما هم چند تا دانشجو داریم بیچاره شوهر ندارن، اگه بابات شوهر میده. شوهر دست بابات نیست. نمیدونم، همه قلبها دست خداست. شما بیا رابطت رو با خدات صمیمی کن. از چیزی میخوای از بابات نخوا، اگر از بابات خواستی بهت نمیده، از خدا بخوا. از خدا بخوا، رابطت رو با خدا درست کن. اونجاست که دیگه یک نسخه ای رو حضرت موسی علیه السلام پیچوندن. این رو خیلی نیاز هست که جوانای ما یاد بگیرن. حضرت موسی بنده خدا آواره شده بود، فرار کرده بود، نه جا داشت نه هیچی داشت. ببینید کار نداشت، ها جوانایی که میگن بیکارم، کار نداشت، خونه زندگی هم نداشت، آواره بود، در تهدید مرگ بود، فرعونیا دنبالش بودن. خب هم خونه میخواست، هم کار میخواست، هم زن میخواست. اومد چی کار کرد؟ یه جایی اومد دید که چند تا دختر هستن بیچارا، وضعشون چیه، مردمی دارن مسخرهشون میکنن، نمیدونم نیاز به کمک دارن. اومد بهشون کمک کرد، یعنی یک کار خیر خالصانه کرد. هدفش رسیدن به دختران نبود، هدفش خدمت به خودش بود. یعنی هدفش این بود که خداش رو به دست بیاره با کمک به یک انسان نیازمند. یک عبادت بزرگی انجام داد
بعد رفت زیر سایه نشست، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا خودت میدونی که من چقدر نیازمندم به خیرت. چه اتفاقی افتاد؟ این دعاه مثل موشک رفت به آسمون، درای آسمون وا شد براش، از اونجا مهر زده لبیک براش خونده شد که بعد دعات استجابت شد. هم چیزی نگذشته بود، فجاءت احداهما تمشی علی استحیا. یکی از اون دختر خانم‌ها اومد گفت که بیا که بابام کارت داره. رفت اونجا، هم به اصطلاح پدر این دختر هم بهش زن داد، هم بهش کار داد، هم بهش خونه زندگی داد. پس وقتی میخوایم به یک هدفی برسیم، راهمون با خداست. اگه من گفتم پدرم به من نمیده، پس من میدونم که این خیر از جانب پدرم میاد، هرگز نخواهد اومد. از جانب خدا میاد، پدر تصرفاتی که پدر میکنه برام منو اذیت نمیکنه. پدر بدی منو نمیخواد. اون کسی که اومد پدرم رد کرد، یعنی اون واسه من نبود، هملنگ من نبود. اون چیزی که من میخوام از خدا میخوام و قلبها دست خداست. وقتی خداوند بخواد، قلب پدر رو اونقدر نرمش میکنه که اصلا باورت نمیشه که این پدر دیروزی بود. و خیلی از این کسایی که رد شدن حتما حکمتی در این بوده کلمتون نخواسته تا به حال ازدواج بشه. حتما این بله، تو شما درش بهترین رو دیدید، اما خداوند در بهترین و اینو برات بهترین قرار نداده بود. و همیشه هم این کار پدر نیست. همیشه هم یک وظیفه‌ای که باید انجام بدی اینه که استخاره کنی. استخاره کردی، به طورت نیومد، بدون که مفید نبود برات، هملنگ تو نبود. اجازه بدید به عنوان آخرین سوال موضوعی که مرتبط به برنامه‌ام هست رو مطرح بکنیم. خواهری بعد از سلام فرمودن که با شوهرم خیلی مشکل دارم، 4 بچه دارم، 20 ساله باهاش زندگی میکنم و پدرم فوت کرده، ولی شوهرم خیلی فحش میده به من، به بچه‌هام، به پدرم. به هر دقیقه به من میگه طلاقت میدم. من دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم و خسته شدم از این وضع. راهنمایی میکنم. خواهر عزیز، ببینید شما بین بد و بدتر رو انتخاب میکنید. الان شما میگید که میترسم طلاقم بده. خب ما هم میگیم طلاق بگیر. طلاق که گرفتی چه اتفاقی میفته؟ طلاق الان شما یه زندگی داری، تو این زندگی مشکلاتت هست 200 تا. طلاق بگیری این مشکلات تموم میشه؟ اگه تموم میشه خب طلاق بگیر. اما اگر این مشکلات 200 تا میشه 2000 تا، پس شرط عقل نیست که طلاق بگیری. ایشون گفتم که خود شوهر تهدید میکنه که طلاقت میدم. خب یعنی شما الان مشکل دارید، فحش میده، فلان میده، به جای اینی که بیایی این فحش میده کجاست؟ آخه ما نیم فحشا رو، شما یک سطری رو واسه ما هم بفرست. فحشی وجود نداره. حضرت عمر بن عبدالعزیز رفت تو مسجد، پادشاه بود، بنده خدا پاش خورد بیه که بنده خدایی گفت آقا مگه تو خری؟ گفت نه. اطرافیان که باش بودن اسکورتا گفت آقا بذار که ادبش کنیم. گفت چرا، مگه چی شد؟ بنده خدا از من سوال پرسید. اون بنده خدا فکر کرد شاید اینجا الاغی رد میشه به پاش خورده. من گفتم نه، من انسانم. بابا اگر طرف به شما فحش داد، شما چیت کم میشه. پدر و مادر تو فحش داد، اونا مردن زندن، چی شد؟ تازه فحش یعنی چی؟ فحش بین شوهر به صورت زن و شوهر، همینو من نفهمیدم. فحش معناش چیه؟ شما اگه فحش میده که آقا چنین و چنان، بابا شما دیگه از چنین و چنان با هم گذشتید. ایشون داشت درد داره که به پدرم که فوت کرده اهانت میکنه. بابا به پدر اصلا فحش به پدر وجود نداره. کسی که فحش میده در واقع به پدر مادر خودش فحش میده. اصلا تازه شما در این وسط چه کاره ای؟ آقا داره به عموی خودش، به عمه خودش فحش میده. پدر مادر شما که پدر مادر اون هستن، عمو عمه اون هستن. پس این رو از ذهنت بیار بیرون که داره اینجا یک اشتباهی، یک مثلا بدی به شما میشه. به شما نمیشه، پس شما حق ندارید دخالت کنید. حالا یک اشتباهی که صورت میگیره، شوهر داره به خودش بدی میکنه. این واقعیت رو قبول کن. الان در پی حل این باش، درمان این باش. جوانب مثبتی که داره گفتیم اینا رو پررنگ کن. ببین که چرا این کار رو میکنه،
چه ضعفی هست اون ضعف رو بیا پانسمان کن، براش برسون. میخواد مثلا شما عصبانیش کردید، میخواد به اصطلاح اعتماد به نفس کسب کنه، میخواد چی، شما بهش بده. بعدا هم بهش نشون بده که دوستش داری، عاشق زندگیت هستی، که میگه آقا طلاقت میدم. تا اینجا طلاقی وجود نداره، اینجا تهدیده. این طلاق یعنی این الان اگر به شما میگفت میزنمت ها، ناراحت نمیشدی، گفت و نزن. این طلاق دادن همون چوبی که دستش هست، نگو با عصا میزنمت، با طلاقه میزنمت. شما اصلا به رود نیار، زندگیت رو بساز و وقتی که برای خودت احترام قائل باشی، با ادب، با احترام، با شخصیت، اون خود به خود مجبور میشه. آدم احترام من دست خودمه، من واسه خودم احترام قائل بشم، دیگران مجبور میشن واسه من احترام قائل بشن. و با این حرفا زندگی یک محیط کار هست، فعالیت هست. با حرف زندگی رو داغون نکن. با حرف یه چیزی رو به صورت یک نعمتی که هست، این با فوت خرابش نکن. حرف یه فوته. حرف چیه دیگه؟ یه فوته که از دهن میاد. اگر اون مثلا میومد میگه ناراحت میشدی؟ نمیشدی. خلاص یه چیزی شد. خیلی ممنونم جناب دکتر. ما وقتمون به پایان رسید. ان شاءالله باز در برنامه بعدی هم به سوالات و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان خواهیم پرداخت. در طول هفته میتونید با ما از طریق واتساپ، شماره‌ای که براتون زیرنویس میشه، یا از طریق تلگرام، از طریق ایمیل، صفحه ما در فیسبوک و از پیامگیر صوتی ما برای ما پیام بفرستید و سوالاتون رو با مطرح بکنید و ان شاءالله حتما در برنامه پیش رو مطرح خواهد گشت. جناب دکتر، آخرین صحبت شما با بینندگان عزیز. عزیزان، باز هم تکرار میکنم که خوشبختی، سعادت، نیکبختی، موفقیت ما تصمیم خود ماست، دست خود ماست و بهترین نعمتی که خداوند متعال داره از بهترین نعمت‌ها اینه که کلید خوشبختی ما رو دست خودمون گذاشته. این خود ما هستیم که میخوایم چطور خودمون رو خوشبخت کنیم، چطور زندگیمون رو بسازیم. مشکلی که ما داریم اینه که احیانا این مفاهیم رو نمیدونیم. حالا که داریم یاد میگیریم در سفره دل، این رو همونطور که خودمون یاد میگیریم به دیگران هم برسونیم، پاس بدیم، مفاهیم درست رو در جامعه منتقل کنیم. انشاءالله هم محیط خودمون اصلاح میشه، هم محیط اطراف و هم خانواده ها و عزیزامون میدونن که چطور با مشکلاتشون کنار بیان. خیلی ممنونم جناب دکتر. تشکر میکنم از همه شما عزیزان هم که تا این لحظه وقتتون رو در اختیار برنامه خودتون گذاشتید. با عادت همیشگی برنامه در پایان برای همه عزیزانی که از جمع ما گذشتن، در هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته، کلا در زندگی ما قبل از ما، از امت اسلامی، هر کسی از مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات که از دنیا رفته، برای اونها تقاضای دعای خیر داریم. و در روز گذشته ما خبر شدیم که همسر خطاط بزرگ جهان اسلام شیخ عثمان طاها، الله تعالی حفظشون بکنه، که نسخه‌ای که ایشون نوشته کمتر خوانی در امت اسلامی خواهد بود که نسخه از قرآن‌های شیخ عثمان طاها که با دست خودش نوشته در این خانه نباشه. و معروف هست هر کسی که به حرمین میره، قرآن‌هایی که به اسم عثمان طاها در بازار هست و نسخه بین‌المللی جهان اسلام هست مال ایشون هست. همسر بزرگوار ایشون به رحمت الله متعال رفت و این افتخار رو داشت تا در مسجد نبوی شریف نماز جنازهشون خوانده بشه و در بقیع در کنار امهات المؤمنین و اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم دفن بشه. دعا می‌کنیم برای این مادر بزرگوارمون و برای همسر بزرگوارشون که الله متعال توفیق داده بهشون و منت دارش هستیم. همه حافظان قرآن، قاریان قرآن، کسانی که قرآن یاد میگیرن منت دار این بزرگوار هستن. این همسری که ایشون حتما این بانوی بزرگوار همسر خودشون رو در این راه، در راه خدمت به قرآن تشویق‌های زیادی کردن و یاورشون بودن و جا داره که از ایشون به خیر و صلاح و نیکی یاد بکنیم. و برای این بزرگوار و همه گذشتگان امت اسلامی دعای بخشش، رحمت و مغفرت داریم و امیدواریم که ایشون رو و همسر بزرگوارشون شیخ عثمان طاها رو و همچنین همه خادمان قرآن کریم و ما و شما و همه امت اسلامی رو با قرآن کریم در قیامت، در صحرای محشر، در بهشت محشور بگرداند به همراه انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. و تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر.